امضاها میتونن به چند شکل کلی باشن: دایره‌ای یا بادکنکی باشن، افقی باشن، عمودی باشن، مورب باشن. امضای دایره‌ای یا بادکنکی رایج‌ترین امضاست و نشون دهنده انعطاف پذیری، مشخص کردن محدوده برای خود و متفاوت نبودن از جمعه. امضای افقی نشان از منطقی بودنه که بستگی به راست دست یا چپ دست بودن سخت کوشی رو هم نشون میده. امضای عمودی نشان از راسخ بودن و بر روی حرف خود ماندنه که باز بستگی از بالا یا پایین بودن مقدار سخت کوشی و مبارزه جویی رو نشون میده. امضای مورب تلفیق امضای عمودی و افقیه که باز بستگی به راست دست یا چپ دست بودن و از بالا و پایین شروع شدن سخت کوشی رو نشون میده و مقدار باهوشی رو.